یه تشکر دیگه هم میکنم بله چی شد؟ اخبار شد یا؟ تشکر میکنم از یک مرد هنرمند و دوست داشتنی و نوستالژی گوگولی که از زمانی که من نوزاد بودم و در بغل مادرم شیر و کیک میخوردم ایشون اخبار میگفت و پدرم هم میگفت که از پدر بزرگش شنیده بود که ایشون اخبار میگفتن و خیلی اخبار میگفتن. نمیدونم تصاویرشون آماده است برای اینکه ثابت کنم. ببین این جناب آقای محمد رضا حیاتی، یه لحظه اجازه بدین. این تصویر سال 1160 35 سال قبل از میلاد مسیح میخوندن. چهره ببینید، شما تصویر 1198 تغییری کرد. من نمیدونم اینجا قربونت برم، خیلی خوش اومد. یه بوس بدم. نه امشب گیریم کرده که چش نخوره. آخه من موندم شماها چه کار میکنید اینجوری میمونید؟ چی میخورید؟ چی میمالید به خود؟ من بچه بودم پیر شدم، شما ماشاءالله از 60 تا 90 تا کی تا 400 تا سال 5000 همینطور بخوای به افتخار شما. آقای حیاتی واقعا یه مرد دوست داشتنی، یعنی عاشقتم. دقت کردین تو گوینده های خبر من بیشترین علاقه رو بهشون دارم به خاطر اینکه بسیار مأخوذ به حیاس، مؤدب، خوشپوش، خوش لباس، شیش تیغ میکنه مثل من، اصلا مردمیه. بعد دیدی اخبارم همچین با هیجان شروع میکنه انگار میخوای راستشو بگی. اصلا دوستش دارم، به افتخارش دست بزنید. مرد دوست داشتنی، خیلی خوش اومدید. تعظیم عرض بفرمایید. خواهش میکنم. عالیه عالیه. امشب چه شبی شد. ببین کیا اومدن توی کنسرت ما. فکر کن خیلی حرفه. ایشون از زمان خیلی قدیم نمیخواد رو کنه. از زمان پارینه سنگی خبر میگفته. زمان غارنشینی میگفته که اهالی جنگل یه دایناسور گوشخوار وارد شد. اما الان دیگه به روز اخبار. ماشاءالله ان شاءالله خدا عمر با عزت بده باشی. یه چند میلیون سال دیگه ما زیر سایه شما به بهونه شما باشیم. آقای حیاتی خوش آمد میگم به شما و مهمانانتون. شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی منتظر شما هستم.